یکی از روش‌های کسب درآمد دلاری کار کردن تو بازارهای مالیه. یکی از این بازارهای مالی هم فارکسه. عملاً ترید کردن توی این بازار مالی فارکس باعث میشه که ما کسب درآمد دلاری داشته باشیم. نمیخوام بگم ساده ترین روش، ولی شاید یکی از روش‌هایی که به راحتی ما رو به درآمد دلاری میرسونه کار کردن توی همین بازار مالیه. توی شرایطی که ما الزام داریم حتما باید درآمد دلاری داشته باشیم. سلام. تو این ویدیو نکاتی رو که خدمتتون عرض میکنم کاملا مقدماتیه. برای کسی که صفر و هیچ اطلاعاتی از این بازار نداره میتونه از اونها استفاده بکنه. در مورد جفت ارز صحبت کردیم. همونجوری که مشخصه در واقع یعنی دو تا ارز. یه نماد ما داریم یا یه جفت ارز داریم که تشکیل شده از دو قسمت، یعنی XIU USD. XIU اولش یعنی طلا، USD دومش یعنی دلار. پس بنابراین این میشه طلا به دلار. حالا ما نقره به دلار داریم، نفت برنت به دلار داریم، BRN USD مثلا. اینا همشون جفت ارزه. چه اتفاقی توی این بازار فارکس میفته؟ یک عالمه از این جفت ارزها اونجا قرار گرفتن و ما از تفاوت بین ارزها سود میبریم. یعنی چی؟ یعنی اینکه من دلارمو میدم جاش طلا میگیرم. اگر قیمت طلا رفت بالا من سود میکنم، یا بالعکس من طلامو میدم جاش دلار میگیرم. اگر دلار ارزشش رفت بالا و طلا ارزشش اومد پایین اونجا من سود میکنم. پس بنابراین از تفاوت این جفت ارزها ما سود میکنیم. نیاز هست اینا رو همه رو شما بدونید، محاسبه بکنید؟ نه. تمام اینها توی فارکس داره به درستی خودش مدیریت میشه. یعنی اینکه ما با دو مفهوم فقط کار داریم، مفهوم بای و مفهوم سل. یه مقداری ذهنیتتون رو از بای و سل، یعنی بخر و بفروش عادی، یه مقداری پاک بکنید. یعنی چی؟ یعنی اینکه نه این بگید که من خریدم، بای کردم قیمت رفت بالا من سود میکنم. برای بای این درسته. یعنی چی؟ یعنی قیمت طلا رفت بالا شما سود میکنید. چرا این اتفاق میفته؟ چون XIU یعنی طلا میره بالا، USD میاد پایین. شما هم که پول طلاست، پس بنابراین سود کردی. یه مفهوم دیگه داریم سل. این سل چیکار میکنه؟ یعنی شما طلاتو داری میدی جاش دلار داری میگیری. سل کردی یعنی فروختی، طلاتو فروختی جاش دلار گرفتی. حالا کی سود میکنی؟ وقتی سود میکنی که طلا بیاد پایین، دلاره بره بالا. در این صورت شما سود میکنی. اما اگه طلا رفت بالا چی؟ شما اونجا ضرر میکنی. طلا هم که داریم در موردش صحبت میکنیم اونس جهانی طلاست. حالا بعدم یه سری نکات بهتون میگم، ازش میتونید استفاده کنید تو بازار داخلی ایران هم ببینید چه جوری میتونید بفهمید که طلایی که دارید میخرید توش حباب دارد یا ندارد. بریم ببینیم چه جوری ما اصلا باید وارد این بازار فارکس بشیم. من به عنوان یه شخص حقیقی عادی رو که نمیذارن مستقیما توی بازار فارکس شروع کنم فعالیت کردن. من باید عملاً از طریق یک بروکر کارمو پیش ببرم. فکر کنید یک بازار فارکس داریم، این بالای بالا یه سری نماینده های این فارکس ها دارن به اسم بروکرها. بروکر کارش چیه؟ کارش اینه که یه شخص رو وصل میکنه به بازار فارکس که من بتونم اونجا خرید و فروش بکنم، یعنی بتونم اونجا بای و سل بکنم به راحتی روی هر جفت ارزی. من برای اینکه با این بروکر حالا کار بکنم باید چی کار بکنم؟ باید پولمون رو بریزیم توی این بروکره. پس باید توی این بروکر ما یک حساب داشته باشیم. حالا آخر این ویدیو من لینک بروکر برای ثبت نام کردن خدمتتون میگم. در طول این ویدیو هم به مرور آموزش این که چطوری تو بروکر حساب باز کنید و الی آخر اینا رو هم همه رو براتون میذاریم. یه مقدار لازمه در مورد آدرس ولت یا اصلا ولت چیه هم یه مقداری اطلاعات کسب کنیم. قرار اون این بود که این ویدیو از صفر باشه دیگه. یه نفر بهتون میخواد پول واریز بکنه، بهت میگه که آدرس ولت تو بده، شما باید بدونی چی داره ازت میپرسه. یا بهت میگه که خب آدرس ولت رو دادی، رو چه شبکه‌ای بریزم؟ اینا رو همه رو باید شما در موردش اطلاعات داشته باشی. اول از همه تتر. ببینید تتر عملا همون دلار دیجیتاله. خود دلار که فیزیک کاغذ داریم، دیجیتالش میشه تتر. این دوتا یه قیمت. نمادش هم هست USDT. این میشه تتر. ما این ریالمون رو چطوری میتونیم تبدیل کنیم به این تتر؟ ببینید یه سری کارگزاری ها
هستن توی ایران که اینا تومن شما، ریال شما رو میگیرن تبدیل میکنن به تتر. مثلا ولکس، مثلا نوبیتکس، یه دونه دیگه هست اسمش از کیف پول تبدیل، مثلا ایرانی کارت. اینا همشون کارشون اینه که تومن شما رو میگیرن تبدیل میکنن به تتر. داخل خود همین ابزارها هم شما یه آدرس داری، مثل اون شماره حسابتونه. پس شد شماره حساب شما توی بانک‌های مختلف میشه اون آدرس. بنابراین وقتی یکی بهت میگه آدرس ولت تو بده، منظورش اینه که همون شماره حساب تو بده که من برات پول دیجیتال بریزم که میشه همون تتر رو برات بریزم. اما در مورد یه چیز دیگه هم صحبت کردیم تحت عنوان شبکه انتقال. شبکه انتقال شما بانک‌ها در نظر بگیرید. مثلا ما بانک ملی داریم، بانک صادرات داریم، بانک کشاورزی داریم، تجارت داریم الی آخر. اینها میشن همون شبکه‌های انتقال. شبکه‌های انتقال معروف توی بحث تتر یکیش بپ 20 که عمدتاً ما ایرانی‌ها با این بپ 20 کار می‌کنیم، یا BSC هم میگن، بر پایه بیت کوینه BSC. وقتی بهتون میگن که شماره کارتتو بده یا شماره آدرس ولتو، دیگه نمیگن شماره حساب، میگن آدرس ولتتو بده. شما آدرسی که میدی باید روی این شبکه بپ 20 تولید شده باشه، یا BSC یا شبکه‌های ترون TRC. خیلی حواستون رو جمع کنید که اگر آدرس رو از یه شبکه اشتباهی دادید، یعنی اون طرفتون به یه شبکه اشتباهی به اون آدرس ریخت، پولتون دیگه بین رفته، به این راحتی قابل پیگیری و برگشت نیست. پس کسی که در مبدأ پول میخواد برای شما بریزه و اون کسی که در مقصد میخواد پول دریافت کنه، جفتتون توی یه شبکه باید باشید. یعنی آدرس هر دوتاتون توی شبکه بپ 20 مثلا باید باشه. شما میری توی نوبیتکس، میری توی ولکس، تومنتو میریزی، تترتو میخری. ثبت نام تو این سایت ها هم خیلی راحته و آموزش هاش تو خود سایت هاشون هست، پشتیباناشون هم هستن، به راحتی پشتیبانی میکنن و آموزش میدن. ما هم لینک ثبت نام رو ان شاءالله براتون قرار میدیم. تترتو خریداری میکنی، از اونجا ازت میپرسه، میگه آدرس ولت بده که من این پولی که گرفتم رو برات منتقل کنم. شبکه اون طرف مقابل رو هم باید بدی، یعنی میگی بپ 20، میریزی این پولو توی بروکر. خیلی مهمه انتخابش، انتخاب خوبی داشته باشید، چون برخی از بروکرها سابقه شون کمه و یه سری کلاهبرداری ها میکنن. بروکری که ما در حال حاضر باهاش کار میکنیم رو هم آخر این ویدیو بهتون معرفی کردیم، لینکشو گذاشتیم که بتونید ازش استفاده بکنید. من که با این بروکر کار میکنم، از چه طریقی باید این خریدم رو روی اونس جهانی انجام بدم؟ یک ابزار دیگری شما نیاز خواهید داشت برای نصب کردن به نام متا تریدر. متا تریدر کارش اینه که حسابی که باز کردید توی بروکر رو اینجا میبینید و همون مفهوم بای و سلی که خدمتتون گفتم روی نماد طلا، اینجا میتونید با این ابزار باهاش کار بکنید. پس بنابراین شما کل صحبتتون با بروکر از طریق متا تریدره، یعنی خرید و فروشتون رو فارکس رو از طریق متا تریدر. متا تریدر هم نسخه ویندوز داره، میتونید برید نصبش کنید، هم نسخه موبایل و اندرویدی داره، میتونید برید نصب کنید. به راحتی میتونید اندروید و آی او اس و اینا میتونید باهاش کار بکنید. خیلی هم ساده است. اول توی بروکر رو رجیستر میکنید، بعد حساب معاملاتیتون حالا از هر نوعی که مد نظرتون هست باز میکنید و میایین تو متا تریدر رمز و شماره حسابتون رو میزنید و معامله میکنید. توی بروکرها فقط یه مفهوم دیگه ای داریم تحت عنوان اهرم. قیمت هر اونس جهانی مثلا الان که داریم با هم صحبت میکنیم حدود $4700. یعنی شما یک اونس طلا بخوای بخری $4700 باید پول بدی. خب شما که اینقدر پول نریختی توی اون بروکره. بروکر میاد به شما یه اهرم میده. یعنی چی؟ یه اهرم مثلا 300 بهت میده، یه اهرم 500 بهت میده. یعنی هر چقدر پول ریختی من تا 300 برابرش بهت اجازه میدم معامله بکنی. پس اگر من $1000 ریختم تا $300,000 بروکر به من اجازه میده معامله بکنم. واسه همینم است که من میتونم برم اونس جهانی خریداری بکنم، میتونم برم نقره بخرم و الی آخر. این اهرمه یه چاقو دولبه است، هم باعث میشه که شما یهویی ضررت خیلی زیاد بشه، هم سودت خیلی زیاد میشه. اما ما بهتون یاد میدیم که چیکار بکنیم که سودمون رو این داستان زیاد شه. اگه این اهرم نباشه ما معاملات خیلی زیاد نمیتونیم بکنیم، معاملات خیلی کمتر در واقع میتونیم بکنیم. انواع مختلف حساب‌ها دارن بروکرها تو خودشون، حساب استاندارد دارن، حساب نانو دارن، حساب وی آی پی دارن و الی آخر. توی متا تریدر حساب دمو هم میتونید باز کنید که پول واقعی نباشه و با حساب دمو شروع کنید کار کردن، بای و سل بگیرید تا کامل دستتون بیاد. یه مفهوم ما داریم به نام مفهوم لات. میگیم اینقدر لات معامله، وارد پوزیشن بای بشید با اینقدر لات معامله. فکر کنید من وارد پوزیشن یا معامله بای شدم، طلا رو روی 4700 یک لات خریدم.
پس شد بای یک لاتی طلا رو 4700. اگر طلا بشود 4701 من $100 سود میکنم. پس شد هر یک لات رو یه عدد 100 در نظر بگیرید. $1 جابجایی طلا من $100 سود میکنم. اگر طلا شد 4705 من $500 سود میکنم. برعکسش چی؟ یعنی اگر طلا اومد قیمتش پایین، مثلا به جای 4700 که من بای کردم شد 4695، $5 اومد پایین، اینجا من $500 منفی میشم، $500 ضرر میکنم. این واحد لات. این یه لات که خیلی عدد بزرگیه برای وقتی که ما مارجینمون کم باشه. مارجین یعنی چی؟ مارجین یعنی موجودیتون، یعنی اون پولی که توی حسابتون ریختید. یه فرمول خیلی ساده کلی میگم، خیلی خودتون رو گیج نکنید. به ازای هر $100 که شما پول میریزید 1/100 لات اجازه دارید معامله بکنید. این اجازه دارید پیش خودتونه ها، بروکر کاری نداره. بروکر یه لات هم میذاره تو معامله بکنی، ولی یهویی پولت همش برباد میره. چون توی طلا ما بالا پایینای خیلی زیادی داریم. طلا یهویی قیمتش $7 $8 بالا یا پایین میره، اونجا کل پولتون اگه یه لات زده باشید از بین میره. وقتی 1/100 لات باز میکنیم یعنی چی؟ یعنی اینکه اگر طلا 4700 من خریدم، طلا شد 4701، منم وارد معامله بای هستم، اینجا من $1 سود میکنم. اگر طلا ریخت من وارد بای بودم، اینجا $1 ضرر میکنم. پس شد به ازای هر $1 جابجایی پول منم $1 جابجا میشه. چرا؟ چون 1/100 لات باز کردم. حالا یه مثال دیگه، من وارد معامله سل شدم، قیمت طلا هم هست 4000، چه حجمی 500 باز کردم، به جای 1/100 لات 500 لات باز کردم. قیمت طلا از 4000 میشه 3990 مثلا 8. $2 طلا اومده پایین، منم وارد سل شدم، پس اینجا سود میکنم دیگه، چون سل اینم اومده پایین من سود میکنم. 500 باز کردم، $2 سود میکنم؟ نه، 2 ضرب در 5 یعنی من $10 سود میکنم. چرا؟ چون 500 باز کردم. اگر 1/10 باز کرده بودم 2 ضرب در 10 یعنی $20 من سود میکردم. اگر بالعکس طلا رفته بود بالا، چون من وارد پوزیشن سل شدم، اینجا ضرر میکردم، یعنی هر $1 چون 500 باز کردم $5 من ضرر میکردم. پس شد شما با مفهوم لات آشنا شدی. هر یک لات رو شما 100 در نظر بگیر. اگر 1/100 معامله بکنی، جابجایی هر $1 طلا $1 پول شما کم یا زیاد میشه. اگر 500 باز بکنی $5 پولتون کم و زیاد میشه. و این قانون طلایی هم یادتون باشه، همیشه هر $100 که پول دارید حد اکثر 1/100 باز بکنید، بیشتر از اون نه. بریم سراغ یک مفهوم دیگه. ما قرار نیستش که همینجوری شانسی بریم خرید و فروش بکنیم دیگه. قرار هست یه تحلیلی انجام بدیم، بدونیم که کی ما وارد پوزیشن سل بشیم، کی وارد پوزیشن بای بشیم. قبل از اینکه وارد این دو مفهوم بشیم، یک سایت بهتون معرفی میکنم به اسم تریدینگ ویو. تریدینگ ویو میتونید رایگان عضو بشید اونجا و بهتون میاد کندل های طلا یا کندل های هر جفت ارز دیگه‌ای که مد نظرتون باشه رو بهتون نشون میده که وضعیت طلا چگونه بوده، از چه قیمتی امروز شروع شده، به چه قیمتی رسیده و الی آخر. در مورد کندل صحبت کردیم، مثلا ببینیم این کندل چیه. ببینید کندل، من به زبان خیلی ساده میگم، از 4 تا عدد این کندل تشکیل شده، شبیه شمع هم است. ما در مورد کندلای شمعی داریم صحبت میکنیم. شکل کندل رو تصور بکنید، یه قیمت اوپن داره این کندله، یعنی قیمتی که باز شده، طلا باز شده توی اون قیمته. یه قیمت کلوز داره اون کندله، قیمتیه که طلا توش بسته شده. یه دونه های داره، یعنی بالاترین قیمت، یه دونه هم لو داره. از این 4 تا عدد کندله تشکیل میشه. یه مفهوم ما داریم به نام تایم فریم. اینا خیلی مهمه، من دارم تیکای فقط مهمشو بهتون میگم. مثلا شما در نظر بگیرید، من میگم تایم فریم 1 دقیقه. تایم فریم 1 دقیقه یعنی طی 1 دقیقه چه اتفاقی برای طلا افتاده. نماد XAUUSD ما توی 1 دقیقه چی شده؟ بالاترین قیمتی که توی 1 دقیقه این طلا معامله شده چه قیمتی بوده که میشه همون های. پایین ترین قیمتی که توی 1 دقیقه معامله شده میشه لو. اولی که شروع 1 دقیقه مون بوده باز شده میشه اوپن. آخرین قیمتی که قیمت طلا بسته شده میشه کلوز. این 4 تا عدد
عدد یک کندل رو در تایم فریم 1 دقیقه بهتون نشون میده. حالا اگه یکی گفت تایم فریم رو بذار 5 دقیقه چی؟ داخل خود تریدینگ ویو تایم فریم های مختلف قابل انجامه، میتونید بذارید و بعد میبینید یک ثانیه شمار سمت راست شروع میکنه کم شدن، نشون میده بهتون که اون کندله مربوط به طلا توی اون 1 دقیقه یا توی اون 5 دقیقه این 4 تا عددش چه چیزی بوده. کندل ها با رنگ سبز و قرمز اونجا میبینید. سبز یعنی این که از اون قبلیه کندل قبلش این داره قیمتش میره بالاتر، قرمز یعنی از اون کندل قبلش این قیمت داره میاد پایینتر، یعنی نزول داریم و صعود داریم. این از مفهوم کندل ها. ما چندین مدل معامله گر داریم. یه سری از معامله گرها فست اسکلپ معامله میکنن، یعنی تو تایم فریم های کوتاه، همین تایم فریم 1 دقیقه‌ای بیان و معاملاتشون رو انجام میدن. این فست اسکلپی ها تعداد معاملاتشون بالاست و تو تایم فریم کوتاه کار میکنن. یه عده از این معامله گرهای دیگه نه، اسکلپی یا فست اسکلپی معامله نمیکنن، روندار معامله میکنن. اونا تایم فریم های 1 ساعته، 4 ساعته، حتی روزانه روی ارزهایی میشه به صورت روندی معامله کرد که اون ارزها سرعت حرکتشون کمه. اما چیزی که ما داریم معامله میکنیم و بیشتر با این مفهوم با هم دیگه آشنا میشیم طلاست. طلا نوساناتش در ثانیه، در لحظه خیلی بالاست، حساس به شدت روی اخبار و قیمتش در هر لحظه خیلی بالا و پایین میره. طلا شادوهای خیلی زیادی داره. خب شادو یعنی چی؟ شادو قیمتی است که توی همون تایم فریم یهو طلا بهش میرسه، یعنی یا یهویی میزنه عجیب بالا یا یهو عجیب میاد پایین. اینجا تریدرها خیلی باید حواسشون باشه که ممکنه یک لحظه طلا باعث بشه که شما ضرر بکنید، باعث بشه کل مارجینتون از دست بدید. مفهوم این که کل مارجین یا پولتون از دست بدید و بهش میگن کال شدن، یعنی حسابتون رو میگن کال شد، حساب خالی شد، کامل صفر شد، یعنی یه قیمت یهو میرسه به اون عدده و شما حسابتون از بین میره. واسه اینکه این اتفاقا نیفته ما باید حتما TP و حتما SL ست بکنیم. TP و SL یعنی چی؟ TP یعنی تارگت پروفیت، SL هم یعنی استاپ لاس در واقع باید ست بکنیم. به عنوان مثال عدد 4700 معامله بای وارد شدیم، انتظار داریم طلا تا 4705 برود، یعنی $5 بره بالا. پس تی پی ما اینجا میشه 4705 تارگتی که ست میکنیم. رو متا تریدر به راحتی شما میتونید تارگت ست بکنید و استاپ. خب من انتظار دارم پس تا 4705 بره، اما ممکنه طلا ریزش هم بکنه. من استاپ رو میگم اگر طلا تا 4695 ریخت دیگه معامله من ادامه دار نشه و استاپ بشه، پس من استاپ لسمو میذارم روی $5. اگه معامله سود کرد من با 100 لاتی که وارد شدم $5 سود میکنم. اگرم ضرر کرد روی 4695 معامله من با $5 ضرر بسته میشه. سوال چرا اصلا استاپ بذارم؟ خب استاپ نمیذارم دیگه. گفتم طلا در یک لحظه شادوهای خیلی زیاد میزنه. این یهویی که بهتون میگم زیر 1 دقیقه میبینید این اتفاق میفته. طلای 4700 شد 4600، شما هم $100 داری، کل پولت از بین میره. اینجا میگن حساب من کال شده، حساب من از بین رفته. پس استاپ و تارگت گذاری جزو موارد خیلی مهمه. همونطوری که گفتیم طلا شادوهای خیلی زیاد داره، نوساناتش خیلی بالاست. واسه همینم شاید بهترین نوع معامله روی طلا معاملات فست اسکلپی باشه. کارمون خیلی سخت میشه اگر ما بخوایم برای اینکه بفهمیم چه زمانی بای بگیریم، چه زمانی سل بگیریم، چگونه این کارو انجام بدیم. یه سری محاسبات باید انجام بدیم. اینها کار ما برای معامله رو در یک لحظه 1 دقیقه خیلی سخت میکنه. یعنی من باید RSI رو محاسبه بکنم، باید ATR رو محاسبه بکنم، باید بدونم آیا کف کانالم، سقف کانالم و الی آخر یک عالمه محاسبات باید انجام بدم که تصمیم بگیرم وارد معامله بشم. اما داستان اینجاست که این همه محاسبات توسط یک انسان کار خیلی سختیه. واسه اینکه شما درگیر این همه محاسبه نشید، ما یک ابزار مناسب معامله یا به عبارت یک دستیار ترید که کاملا منطبق بر حساب‌های بازار نوشته شده و هوش مصنوعی به عنوان موتور اصلیش و دنیای محاسبات پشتش هست رو نوشتیم تحت عنوان راب تریدر که در اختیار دوستان قرار دادیم. به راحتی میتونن بر اساس اون سیگنال ها رو بگیرن. در ویدیوهای بعدی ما نحوه کار و استفاده از این راب تریدر یا دستیار هوشمند معاملاتی که دائما در حال آپدیت شدن هست رو بهتون آموزش میدیم. هدف اصلی ما از ضبط این ویدیو این بود که بدونیم اصلا بازار فارکس چیست، بروکر چیه، حجم معاملات چیه و بتونیم به
عنوان یک کسی که صفر هیچ اطلاعاتی از این بازار نداریم وارد این بازار بشیم، مبلغ ریالیمون رو تبدیل کنیم به تترمون رو از طریق ابزارهایی که معرفی شد واریز کنیم به بروکر رو از طریق متا تریدر حسابمون رو باز کنیم، معاملمون رو بزنیم. در مورد لات صحبت کردیم، در مورد اونس جهانی صحبت کردیم، در مورد سل و بای صحبت کردیم و اینکه چگونه اولین معامله خودمون رو بزنیم، متا تریدر رو که نصب می‌کنیم یک حساب دمو بتونیم توش باز کنیم و اینکه گفتیم که برای اینکه در یک لحظه وارد بشیم چقدر ممکنه ریسک متحمل بشیم و برای اینکه این ریسک رو پوشش بدیم نیاز به یک دستیار معاملاتی داریم که راب تریدر به عنوان یک دستیار معاملاتی است که در آموزش‌های بعدی در موردش بیشتر صحبت می‌کنیم. در مورد تریدینگ ویو توی این ویدیو در حد خیلی مختصر صحبت شد، تایم فریم های مختلف، کندل، قیمت های کندل که 4 تا عدد هر کندل داره، اینها همه مواردی بود که نیاز شما یاد داشته باشید. امیدوارم ویدیو برای شما مفید باشه و در کپشن لینک های مربوط به متا تریدر، لینک مربوط به بروکر معتبری که مد نظر ما هست و هر آنچه که در موردش تو این ویدیو صحبت شده رو تو لینک میذاریم. موفق باشید تا ویدیوهای بعدی.